سرخط خبرهای مهم. تأسیس نهاد نو برای نظارت بخش انرژتیکا در تاجیکستان. مهاجران برای سپردن امتحان به بودجه روسیه 2.5 میلیارد روبل دادند و روسیه طالبان را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کرد. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی، امیدوارم خوبه. دوام چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برای نظارت بخش انرژتیکا در تاجیکستان نهاد نو تأسیس دادند. طبق فرمان رئیس جمهور، آژانس نظارت دولتی انرژتیکا بعد از 1 ماه به کار سر می‌کند. در فرمان از 17 اپریل جزئیات بیشتری درباره کار این نهاد نامده است. امام علی رحمان دستور داده است که تا آخر ماه اپریل نظامنامه، ساختار دستگاه و سندهای دیگر معیاری حقوقی درباره کار آژانسی نظارت در ساحه انرژتیکا تهیه شوند. نهاد نو در پی آن تشکیل می شود که جزا برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق در تاجیکستان نیز سخت‌تر شده است. بر اساس تغییرات نو به کدکس جنایی که این هفته به اجرا درآمد، برای دزدی برق از 27,000 سومانی جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. دزدی یا کاربرد غیر قانونی برق تا این وقت گناه مأموری به شمار رفته، جزایش تا 15,000 سومانی جریمه بود. مقامات باور دارند که با سخت‌تر کردن این جزا دزدی برق کمتر می شود. مهاجران کاری در روسیه برای سپردن امتحان زبان روسی به بودجه این کشور 2.5 میلیارد روبل سپردند. ولادیمیر واسیلیف، وکیل دومای دولتی از حزب روسیه واحد، روز 16 اپریل گفته است این پول بود که در گذشته به فسادکاران داده میشد و حالا به بودجه دولت وارد می شود. آخر سال گذشته میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، قرار را امضا کرد که بر اساس آن برای گرفتن شهروندی روسیه نرخ یگانه امتحان‌های زبان روسی و تاریخ و اساسهای دولتداری فدراسیون روسیه تعیین شد. بنابراین برای سپردن امتحان زبان روسی از هر خارجی با هدف گرفتن شهروندی روسیه 2950 روبل طلب می شود. برای آنهایی که می خواهند اجازه زیستی موقتی بگیرند، نرخ امتحان زبان روسی یا تاریخ و قانونگذاری روسیه 5900 روبل است. برای اجازه کار یا گرفتن پتنت کار 3800 روبل برای یک امتحان تعیین شده است. مقامات روسیه مهاجران را برای ندانستن زبان روسی پیوسته تنقید می کنند. حامیان حقوق می گویند روسیه تا آخرین تنگه مهاجران را با بهانه‌های گوناگون می ستاند، ولی در برابرش به آنها شرایط درست کاری فراهم نمی آورد و با آنها با هر راه فشار می آورند. همه ساله روز شنبه 3 ماه اپریل همچون روز پایتخت تاجیکستان تجلیل می شود. رادیو آزادی در عرفه این جشن از راهگذران در شهر دوشنبه پرسید که آداب شهرنشینی چی است و آن تا کجا از سوی ساکنان پایتخت کشور رعایت می شود. آداب شهرنشینی باید شهروندان تاجیکستان باید تمام مقصد راه، طرز راهگذار، طرز مقصد گپ زنی، طرز سخن راندن، با کلانسان حرمت کردن اون باید مقصد امیر اهمیت چیزی دیدن. همین چیزا هم رعایت میکنه. بعضی وقتا ما میبینیم چیزا یگان کس یگان شهروند که جوان مردا یک خیلشون رعایت نمیکنن. مقصد آدابی با کلانسان حرمت کردن. امیر چی نمیکنه. راستی گپ هر یک شهروند تاجیکستان باید رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک داشته باشد. اینا ما در 4-5 دولت‌ها برای فوتبال مخلصی رفتیم. راستی گپ شهرشون میبینی، حلاوت میبینی. وقتی که در دست مثل یگان کاغذ موسیقی دل نمیشه که در رهپرتایی جا پرتو دوران میری خود در پرتو میپرتایی. همین در تاجیکستان هم باید هر یک شهروند تاجیکستان خیلی روز تا روز دوشنبه ما پیش رفته سعی با دیگه رنگ دیگه دولت‌ها واره شهر ما زیبا و آزاد و خوشرو چه بگم زیبا و آباد شده سعی. هر یک شهروند باید در پرتو و پرتوی یا که در موسیقی در راه دید گرفته خودش آورده در پرتو و پرتوی. Я когда приехала, меня отсутствовало где-то лет 7. من 7 سال در تاجیکستان نبودم. وقتی برگشتم خرسند شدم که شهر بسیار زیبا شده است. بناهای نوی بلند و بزرگ. ولی طرفهای منفی را نیز مشاهده کردم. به خصوص در رابطه با پرتوها، مناسبت بین همسایه ها. مردم میل صحبت ندارند، به یکدیگر تحمل ناپذیرند. در کوچه و خیابان ها توف میکنند. دشت نام میدهند که این به مردم ما نمیزیبد. پیشتر این چیزها نبودند. Что не идет нашему народу. Такого раньше точно не было.
کورپاها آویزان است، لباسها آویزان است. این البته برای شأن و شرف ملت ما خصوصا که خارجی ها میبینن موافقت نمیکنن. آداب شهرنشینی چی است؟ چی کارا است؟ پیش از همه وقتی که شما وقتی جای آدم بسیار باشد نخست یک کسی میزنید، نخست باید حتما بخشش پرسید، پیش پا میخورید و آدم شما در بخشش پرسیدن در کار. من هم کارم میکنم که دیگران رو نمیبینم این کاره. بعد نه همیشه جای میتن، مثلا جای وای با جمعیتی با علال خصوص در نقلیات مراجعت کردن. مثلا مراجعت همه خاله اپا میگن ما با معقول نی. مثلا یکون خیلی دیگر خیلی ما باشد که مراجعتی زیبا باشد. من نمیدونم پیش دوری سایز به میگفتن که معلمان میگفتن. بعد من نمیفهمیدم، گفتم معلمان من مکتب کار نمیکنم. میگفتن که خیلی آدمایی که کارخانه و اداره ها با کار میکنن دارای معلومات عالی باشن اونها رو میگن که معلم دکتر دیگر حاضر این چیز فرقیت ندارد. نه چقدر اصلاح کردن ممکن نمیدونم. دادگاه عالی روسیه روز 17 اپریل پیشنهاد دادستانی کلی این کشور را پذیرفت و گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کرد. این قرار می‌تواند زمینه حقوقی را برای همکاری‌های بیشتر و سرمایه‌گذاری فراهم بیاورد، اما به معنای اعتراف حکومت طالبان یا امارت اسلامی افغانستان نیست. روسیه در سال 2003 فعالیت طالبان افغانستان را در قلمروش منع و برای همه گونه همکاری با این گروه جزا تعیین کرده بود. جنگجویان طالبان در تابستان سال 2021 پس از خروج نیروهای بین‌المللی بار دوم زمام قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. تاکنون هیچ کشور و سازمان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اکثر دولت‌ها رعایت حقوق آدمان به ویژه اجازه تحصیل و کار زنان، آزادی بیان و وجدان و تشکیل حکومت فراگیر را از شرط‌های اساسی می‌دانند. تاکنون قزاقستان و قرقیزستان نام طالبان را از قطار سازمان‌های تروریستی گرفته، ترکمنستان و ازبکستان از آغاز با طالبان روابطی نرم دارند و این گروه را تروریستی نام نمیبرند. حکومت تاجیکستان پس از 4 روز زمین لرزه ویرانگر در رشت تاجیک‌آباد در جلسه اضطراری اعلام کرد که یک از جان باخت و 16 نفر مجروح شد. بنا به آمار نو در این دو ناحیه 65 خانه پوره و 193 خانه قسما ویران شده، به 150 منزل دیگر آسیب سبک رسیده است. اینچنین 193 انشاءات از جمله یک بیمارستان منطقه‌ای، 2 بنگاه طبی و 8 مکتب ضرر دیدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 اپریل خواسته است به عائله‌هایی که خانه‌هایشان را پوره از دست دادند در مکان‌های امن زمین بدهند و منزل نوی آنها باید تا ماه نوامبر امسال بنیاد شود. طبق نوشته تورنمایی و وبسایت پرزیدنت، شرکت دولتی تاجیک سوغورتا یک جا با حکومت‌های رشت تاجیک‌آباد وظیفه‌دار شدند که به هر ضرر دیده مبلغ دهند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 18 اپریل سال 2015 برای اداره‌های ثبت احوال شهروندان تاجیکستان حتمی شد که به تشخیص طبی به نکاح جوانان اجازه ندهند. در گواهنامه طبی وضع خون، چشم، گوش و پیوند خویشاوتباری جوانان ثبت می شود. پیشگیری از ازدواج خویشاوندان و حمایت از حقوق عروسان از هدف‌های این قاعده نامیده شد. 18 اپریل سال 2014 گروه مهاجران تاجیک که در یک تئاتر اجتماعی روسیه نقش‌آفرینی کردند، برنده جایزه با نفوذ تئاتری این کشور شدند. پاکیزه قربان حسینова، عجم چکابویف و عبدالمامد بگمامدов برای اجرای نقش مهاجران تاجیک در نمایشنامه آقین اپرای всеволод لیسوفسکی کارگردان تئاتر دوک با جایزه ویژه هیئت حکمان زلاتای ماسکا نایل شدند. این نخستین مورد قدردانی کسبی شهروندان تاجیکستان برای اجرای نقش مهاجران کاری در روسیه گردید.
18 апрели соли 1914 нависандаи тоҷик Фотеҳ Ниёзӣ таваллуд шудааст, ки дар адабиёти шӯравии тоҷик чун нависандаи ҷанговар ва ҷангноманавис ёд мешавад. романи вафояш ба ӯ шӯҳрати зиёд овард. ин асар дар бораи ҳодисаҳои солҳои ҷанги дуюми ҷаҳон қисса мекунад ва ба забонҳои тоҷикиву русӣ нашр шудааст. асари дигари ӯ батальони ҷаримавӣ бархе аз ногуфтаҳои он ҷангро бозгӯ кардааст. бар асоси филмномаҳояш Духтари сеюм ва Оилаи ғайруфҳо филмҳои бадеӣ бардошта шудааст. бонки миллии соҳби имрӯз 1000 рубли русиро ба 136 сомонӣ, 100 евро ба 1229 сомонӣ ва 100 доллар 1081 сомонӣ муайян кардааст. ин охирин барномаи навиди бомдодӣ дар ҳафтаи равон буд, аммо чун ҳамеша шумо метавонед хабару гузоришҳои навро дар рӯзҳои истироҳат ҳам дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоии Радио Озодӣ пайдо кунед. истироҳати хубе дошта бошед. худо нигаҳдор.